با اولین ویدیو چنل ما همراه باشین. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. این اولین ویدیویی که داریم داخل چنل میگیریم، چنل یوتیوب. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله فراموش نشه و حتما کامنت بذارید، کامنت انگلیسی، خارجی، هر کامنت که دوست داشتین. میتونین استیکر لایک بفرستین یا میتونین کلا لایک کنین. برای من هیچ فرقی نمیکنه. برای شما عزیزان هر چقدر فعالیت ها بیشتر باشه، شما بیشتر انرژی بدین، منم بیشتر کلیپ میذارم، منم بیشتر آموزشی بیشتر میذارم. کمبای رایگان، بعضی از واسطگری هم حتی رایگان بذارم. بله اینجوری هست. چیزای رایگان خیلی داریم بچه. داخل همون کانال تلگرام گذاشته بودم، گذاشته بودم چیزو، کمبوی 2600 تو کمبوی رایگان گذاشتم. حتما برین کمبو رو بگردین، اینو خوب پیدا کنین. آموزش عوض کردن رمز جیمیل اکانت کرکی هم گذاشتم، پس واسه خوش به حال شما میشه. بچه نگاه، شرایطش یه جوریه که رمز جیمیل عوض نمیشه، ولی کاری میکنه که کسی دیگه ای نتونه به جز شما وارد اون اکانت شه. به خاطر همین من داخل چند تا چنل داشتم، من اون چنل هم پاک شد، تو اونا گذاشتم، خیلی بازدید خورد. آخ اینجا خواستم بزنمش، ای فرار کرد، ای زدم، ای فرار کرد، آخر دهنش سرویس کردم. داشتم میگفتم شما وارد کانال تلگرام ما بشین، اگه عضو هستین اینجا رو سابسکرایب کنین. ما در هر دو نکن بچه ها، من کلیپ میذارم، ویدیو میذارم، شما زنگوله رو فعال کنید، هر موقع ویدیویی گذاشتم برای شما اعلام میشه. شما عضو کانال کانال تلگرام ما هم باشید، عضو باشید که هر نوع فعالیتی، شاید بخوام مثلا بخوام اونجا ازتون کمک بخوام در مورد چه مپ هستی، چون من ویدیو میذاشتم در مورد مثلا ربات ساخته بودم، ربات مثلا الان یه ربات هم ساختم برای محکم کردن درست حسابی الان نشده. اینجا یه شاد قشنگ داره، هنوز درست نشده. میخوام یک چیز خوب تحویل شما بدم برای برای سی پی کامل کردم. از شما نظر میخوام، نظرمه که با هم بریم یک ربات من خودم بسازم برای شما جونای دل، که بتونید باش یو آی دی بدید، رمزیمه تحویل بدید. من ربات رو میذارم داخل چنل، اینجا میذارم داخل کانال تلگرام، بیاید وردارید اشغال دیگه. هر یو آی دی میدی رمز جیمیل میگیری، مثلا یو آی دی میدی رمز جیمیل میگیری، اکانت کمبو هم میذاریم، شما کرک عوض میکنیم رمز جیمیل کرکی رو و تمام. الان این وسط کل خوش به حال شما شد و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی بوده داشته باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار جونای دل. دوستان بخشی این نکته فراموش کردم بگم، اسم کانال تلگرام رو توی دیسکریپشن گذاشتم. خدا نگهدار.